به نام خداوندگار کائنات. این جانب علی اکبر متین، منتخب ملت در مجلس شورای اسلامی و مغضوب حکومت، با ایمان به اینکه آقای ژاکان باران یک فعال مدنی کرد بوده و هیچ گونه وابستگی سیاسی به هیچ حزب و گروهی ندارد، حمایت قاطع خود را از ایشان اعلام می‌دارم، هرچند همواره چنین بوده که حامیان ملت از پایگاه حاکمیتی برخوردار نبودند. جدیداً ویدیویی از ایشان در فضای مجازی مشاهده کردم که ایشان بسیار نگران و ناراحت بودند. هرچند سخنان ایشان را که در اثر فشارهای روحی و روانی متعادل ندیدم، اما متاسفانه امروز به جای برخورد قاطع با اختلاسگران و غارتگران، وجدانهای بیدار و دلسوز مورد هر گونه تهمت و تهدید قرار می‌گیرند. از حاکمیت انتظار می‌رود در مقابل انتقادات به حق سر تعظیم فرود آورد و در مقابل انتقادات اشتباه از خود ظرفیت‌های بالایی رو نشان بده، نه از اهرم قدرت و تهمت استفاده نماید. از تمام فرزندان این مرزوبوم انتظار می‌رود که هیچگاه در مقابل ناملایمات سکوت نکنند. سپاسگزارم.